این اثری رسام معروف عبدالرحیم جبارов میباشد. اثرها با اصول به خود خاص آفریده شده در آن چهره انسانها تصویر نشده است. مؤلف اثر با اصول و روش خاص فعالیت نموده همیشگی چهره انسان را تصویر نمی کند. این نمایش اثرهای رسامی در تالار آثارخانه ولایتی سوخت بخشیده به صحنه‌های مهم تاریخی تشکیل گردید. در اینجا نمونه اثرهای مصوران ولایتی سوخت به نمایش گذاشته شد. بخشیده به استقلالیت جمهوری تاجیکستان در آثارخانه تاریخی ولایت سوخت در یکی از تالارها نمایش با تحت عنوان استقلالیت بزرگترین نعمت تشکیل کرده شده است که در این نمایش رسامان مصوران ولایت و هنرمندان به نمایش گذاشته شده است. 50 عدد مصوره ها به نمایش گذاشته شده‌اند. موضوعات اثرهای رسامی گوناگون بوده هر یک بیننده را به خود جلب میکند. با برابری تماشا کردن انسان خودش را در همان دوره احساس میکند. کارمندان آثارخانه میگویند که قبلا این گونه نمایشنامه‌ها در یک ماه یک مرتبه تشکیل میکردند. حالا از حساب پنجشنبه بیماری سرایتی کووید 19 تنها در این دو ایام‌ها گذرانیده ایستاده‌اند. مهمانان با رعایت قاعده‌های بهداشتی قبول و با اثرها شناسانیده میشوند. باز هنگامی که مهمانان از آثارخانه تاریخی ولایت سوخت دیدن می نمایند، البته به همه رعایت ها نگاه کرده فاصله را مابین خود نگاه می دارند، از آنتیسپتیک ها استفاده می برند و از دیدن چنین مصوره ها کمتر باشد هم نگاهشان به زندگی و حیات دگرگون می شود. در وقت نوارگیری تماشابینان کم بودند. از روی تحلیل ها تنها در ماه آگوست سال جاری 1066 نفر به این آثارخانه تشریف آوردند. در مجموع در 8 ماهه سال 2020 به اینجا 9199 نفر تشریف آوردند. تاکید شد که ماه جاری تشریف آورندگان آثارخانه از حساب دانشجویان شماره افزایش یافت. با برابری نمایش اثرهای مصوران در اینجا اینچنین نمونه هنرهای ملی نیز وجود دارد. از جمله این اسباب‌هایی که برای کودکان ساخته می شود دقت هر نفر را به خود جلب می سازد. در اینجا هنرمند توانسته است تا حد عنعنه‌های ملی را احیا نموده برای کودکان و نورسان ما بازیچه‌های گوناگون تقدیم نموده. نمایش دوامی یک ماه ادامه یافته. خواهشمندان می توانند که از نمونه اثرهای والای مصوران بهره مند گردند. گزارش گل‌حیا کمالزاده و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.